السلام علیکم دوستان عزیز، روز شما بخیر و شادی باشد. امیدوارم که همه کس خوب هستید، همیشه خوب مانید. رحمت برای دستگیری های کانال ما، رحمت برای کامنتاری های خوبتان. در اینجا امروز من سمبوسه آسانه گریزانه کم خرج به گوشت آماده کردم. حتما با ما باشید، کانال ما را دستگیری کنید. در اینجا به ما 200 میلی لیتر آب خنک و بالایش نیم قاشق نمک نغز کک آمیخته میکنیم. نغز کک اکنون آمیخته کرده من به بالایش کمتر سودا علاوه کردم. اکنون به بالای 450-500 گرم آرد را انداخته نغز کک خمیر میکنیم. خمیر ما باید در این طور سخت کک بیاد. در اینجا اکنون من خمیر را شوریده شدم. اکنون در مدت 15-20 دقیقه دم میدهیم. من خمیر ما شد. اکنون این را نغز کک کرده میکشاییم. خمیری من 3 تا زوالچی مایده شد. همش را بالا کرده من پیچاندم. برای قبطش باشد روغن گاو و روغن رستنی استفاده کردم. هر دویش را آمیخته کرده به قبطش مالیدم. نغز کک این طور شیلت کرده میمالیم. من یک تایش را من پیچانده شده. من اکنون این دویمش را من اکنون پیچانده ایستادم. برای آنکه ویدیو ما مینوتاش بسیار نشود، برای همین من یک تایش را گرفتم. اکنون من این را پیچانده شده. من برای محصولاتش باشد به ما کمتر علف، پودینه، گشنیج و علف های بهاری، پیاز، کارتاشکا، کمتر نمک و 1.5 کفلی روغن انداخته اینمیتر آمیخته کردم. و این زیره، تخم سبزی، کدام که پریپراو را می اندازیم به تابع دل خود. اکنون زوالچه ها را به مقدار معین من تقسیم کرده من نمیتر می بریم. کسانی با کانال ما آبونه نیستند حتما آبونه شوید. دستگیری را فراموش نکنید. دستگیری شما پیشروی ما است. من اکنون یک تا این را گرفته من این طور راست میکنیم. من چه طوری که میبینید ورق نغز آمد. همین طور همهش را یک تا کرده میکشاییم. من اکنون محصولات آمیخته کرده که من را 2 قاشق 2.5 قاشقی انداخته به کدام که فرم میپیچانیم. من این دفعه کلوله کرده پیچاندم.
من اکنون سمبوسه های ما تیار شد. سمبوسه در حقیقت سمبوسه با لذت. من برایش یگان چیز مالیدگیم نه. خدا شنیم این طرف صبح سرخ خوش را آمد. حتما آماده کنید. در حقیقت با مازه می بیاد. خیر دوستان عزیز، در پناه الله مهربان باشید. خیر، خدا حافظ.